دو پدیده دیگر است، دو حالت دیگر دارد. خود ذات خیال، شخصی که در خیال فرو می رود، خیال بافی می کند، خیال می سازد، تصور خود را خیال می سازد. این دو حالت دارد. یکی خیال متصل است، یکی خیال منفصله که با بخش عرفانی هم به خود می گیرد، با چیزی هم بخش دینی. خیال متصله با آن خیال پردازی ذهنی گفته می شود که به واقعیت نزدیک باشد و یا در نهایت انتهای همین خیال بافی یک پدیده و یک حالت مثبت باشد. این خیال متصل است. خیال منفصله با آن خیال گفته می شود از واقعیت جدا باشد و از واقعیت دور باشد. و دیگر معنای خیال منفصله منفی بافی کند، از مثبت دور برود، منفی گرایی را در تصور در ذهن ایجاد کند و خیال بافی کند، شبیه سازی کند. این خیال منفصله میشه. و یک ریشه دینی آن و یا ریشه عرفانی آن این است که مثلا زیباییش در همین جاست. یک استاد معنوی برای اهل سلوک و اهل معرفت یا برای شاگرد خود میگوید چشمت را ببند، با تنفس خود در قلب الله بگو و در اندیشه هم اسم الله را تصور کن، ترسیم کن و با آن اسم با هر نفس خود الله بگو. این یک نوع شبه تصویرسازی در منشه خیال است. خب رفته رفته این شخص وقتی که این عملی را انجام میدهد، ذهنش همین تصور را به خود ثبت میکند. وقتی که ثبت میکند، اگر این شخص در حالت مراقبه یا خلاصه وارد ذکر می شود و اسم الله را تصور می کند، قوه خیال به اسم الله رنگ می دهد. در حینی که همین شخص ذاکر در ذکر الله در قلب خود و در تصور خود هم ذکر دارد، منشه خیال همین اسم الله را رنگ می بخشد. گاهی به رنگ طلایی اسم الله را به تو متجلی می کند، گاهی سبز، گاهی زرد، گاهی با یک نوع حالت دیگری. این کارهای خود منشه های ذهنی است. به همین مناسبت در عرفان گفته می شود که گذشتن از پل خیال و توهم سخت‌ترین مرحله یک سالک است، چون آنقدر قوه ذهن سالک یا اهل سلوک به اصطلاح قوی می شود که با مجرد که وارد ذکر می گردد، قوه تخیلش تجلیات اسمی برای ای می سازد در پرده چشمش. حالا کو او مرد خدا که بتواند از این هم عبور کند و بند نشود، درگیر نشد و در همین نماند. بسا از شیخهای زمان در همین سطح بند مانده که بازی بخش دیگری است، در جایش انشاءالله روی ازی صحبت کردن میشه. حالا فقط بحث ما خیال بود که گفتم این باز بر همین خیال که شخص در ذهن خود الله را تصور می کند و اسم الله رنگ های مختلف متجلی می شود، این خیال متصل است. یا در حین این که یک اهل سلوک در ذکر می شود، در قوه خیالش توسط قوه تصور آرزو می کند که کاش که با خداوند همه تو وصل می بود، یا در حین ذکر کردن خداوند همراهی هم کلام می شد. این یک خیال است. این
در اصطلاح عرفان به نام خیال متصله میگوید. خیال منفصله یعنی خیال جداسازی از واقعیت حال، از حقیقت حال، از بعد و بخش مثبت. و گاهی بعضی ها مثلا در قوه تصور خود توسط منشأ خیال چنین آرزو میکنند که ای باش مثلا یک 10-15 دانه آپارتمان می بود فرض مثال، و آرزوهای مطلق غریزوی و نفسانی میکنند. کلا این خیال و این تصور منفصل است، یعنی جدا میسازد او را از حقیقت، از حقیقت حالش جدا میسازد. حقیقت حال یک انسان معنوی شدن و روحانی شدن است و با آنچه که الله رضایت دارد متصل شدن است. با آنچه که رضایت الله در آن نیست، آن را از آن الله نهی کرده است. تصور در منشأ خیال باطل است، انفصال ایجاد میکند که ابتدا هم گفتیم که این به این در اصطلاح عرفان خیال متصله و منفصله گفته می شود. و یکی دیگر این که مطلق خیال است. مطلق خیال چیست؟ مطلق خیال بر یک وضعیت اختیاری و غیر اختیاری گفته می شود. یک انسان فرض مثال میشیند و با خود یک پدیده ای را تصور میکند، تصویر سازی میکند که آن پدیده اصلا در بیرون نیست و یا اصلا آن را ندیده است. این میشه مطلق خیال، یعنی یک چیز غیر واقعیت حال و بر آن آرزو میکند که ای کاش می بود یا آنجا می بودم یا چنین وضعیت می بود. این مطلق خیال است. مطلق خیال پدیده ما گفته می شود که خالی از هر نوع تصویر و تصوری که از گذشته در ذهن دارد، یعنی کاملا یک پدیده تازه و تازه و تازه. این مطلق خیال است که این حالت در اکثریت انسان ها زیاد اختیاری غیر اختیاری دست نمیدهد، گاه غیر اختیاری دست میدهد و اکثرا اختیاری دست میدهد. و بسیاری از خوابهای شخص هم از منشأ خیال در خواب برای خواب بیننده نمودار می شود که یک بخش و قضیه دیگری است که چگونه از منشأ خیال نمودار می شود. و از همین جاست که قوه تصور و قوه خیال بعضی کارهای دیگری را هم در خود دارد، بعضی قدرت‌های دیگری را هم در خود دارد. و جهان امروزی ما در کل جهان تصور و جهان خیال است. مثلا 100 سال قبل یا 200 سال قبل موبایل نبود. 200 سال قبل موبایل در ذهنیت انسان یک خیال بود. شخص اول تفکر کرد، بعد وارد تصور شد، بعد وارد خیال شد. اینجا موبایل به میان آمد. کامپیوتر نبود. 200 سال قبل کامپیوتر یک خیال بود. رفته رفته شخص بعد از قوه تفکر، قوه تصور متصل به منشأ خیال شد که این خیال به واقعیت تبدیل شد، نه به حقیقت. ما یکی واقعیت حال داریم، یکی حقیقت حال. حقیقت به آنچه گفته می شود که باطن آن با ظاهر آن مشابه باشد و واقعیت بر آنچه گفته می شود که باطن آن با ظاهر آن مشابهت نداشته باشد. مثلا موبایل یک واقعیت است اما حقیقت نیست. چرا؟ فناپذیر است.
اما جهان غیب حقیقت است. فعلا فقط صحبت از آن یک واقعیت است و واقعیت از صحبت جهان غیب هم یک حقیقتی در خود نمودار دارد. و خداوند که در قرآن میگوید افلا یعقلون یتفکروا فی خلق السماوات والارض اما طور تتفکرون اولو الالباب، یعنی در مورد فکر و تفکر و تدبر در قرآن یاد شده است که بندگان باید تفکر کنند، تدبر کنند، تدبیر کنند، تعقل نمایند. گفتیم که اول تفکر است، از فکر باز تصور است، از مرحله تصور میری به تخیل. از تخیل اینجاست که شخص کارها و گفتارهای خارق العاده ذهنی و ازش سر میزند. موبایل یک وسیله خارق العاده ذهنی بشر است. کامپیوتر یک وسیله خارق العاده ذهنی بشر است. اکثرت اسبابی که امروزه به صورت مدرن در دست رس انسان است فقط یک تصور است، یک تخیل و امواج خارق العاده ذهن بشر است. خیلی پیدا است. ما اصطلاح موبایل هم میدیم: فلش، میموری، هارد دیسک، موتور. تمام اینها قبل از وجودشان یک تصور بودند. تمام اینها قبل از وجودشان یک تخیل شدند. و این تصور و تخیل از کجا میان آمد؟ از قوه تفکر. و همینجاست خداوند دستور داد شما تفکر کنید، تدبر کنید.